یک شهروند تاجیکستان طبق بند 3 ماده 291 کودکس جنایی فدراسیون روسیه با دادن پاره به کارمند خدمات فدرالی امنیت دستگیر شده است. این نفر کوشش کرده است که با دادن پاره به کارمند FSB دو شریک تجارتی خود را از روسیه استرداد کند. طوری که پایگاه اطلاعاتی تیورگراد خبر می‌دهد، این زاده تاجیکستان با دو نفر همدیارانش که تجارت مشترک داشتند مناسبت خوب نداشته قرار می‌کند که از آنها خلاص شود. بنا به معلومات رسانه‌ای شده، شریکان تجاری عیبدار شونده شهروندی روسیه را نداشتند، اما قانونی در قلمرو روسیه حضور داشتند. شریکشان تصمیم میگیرد که به اخراج آنها از قلمرو روسیه دست یافته یک خودش به تجارت صاحب شود. با واسطه یک میانه با کارمندی FSB شناس شده 150,000 روبل پول وعده میکند. در عوض کارمند FSB میبایست شریکان تجارتی عیبدار شونده را به دست داشتن در فعالیت تروریستی عیبدار نموده از قلمرو روسیه استرداد و برگشت دوبارهشان را منع کناند. ماه ایون سال 2018 او به شخص منصبدار که در دایره آزمایشی فوری عمل میکرد پیشکی 30,000 روبل میدهد. پس از این مرد را بازداشت میکنند. عیبدار شونده در سود قسماً به گناهش اقرار شده اظهار داشته است که کارمند FSB پول گرفتن میخواست و او در نوبت خود درباره جوابگری جنایتی برای پاره‌دهی آگاهی نداشت. عزت امان، کارشناس امور مهاجرت در روسیه میگوید متاسفانه این گونه عملهای ننگین خیلی زیاد روی میدهند. عزت امان میگوید خود او شاهد چندی از این گونه برخوردهای مهاجران با هموطنان خود شده است. متاسفانه در مهاجرت شخص با پدیده های ناگواری مثل فروختن یکدیگر، جنگ و قتل و کشتار خیلی زیاد روبرو میگردد. این متاسفانه میگویم چون که ببینید وقتی یک شهروند تاجیکستان، یک تاجیک از دست کدام روس یا کدام ملت دیگر کشته می شود، البته علم آور است، ولی نه تو با اون حدی که از دست هموطن خود، از دست همشهری خود یا از دست خویش و توار خود به قتل می رسد. وقتی از دست همشهری خود به قتل می رسی، البته این علمش زیادتر است. به هر حال بنابر همین ما حتی چند پیش حادثه را در یاد دارم که 3 نفر شهروندای تاجیکستان تاکسیران ها یک نفر دیگر را یعنی یک نفر دیگر تاکسیرانی را برده در جنگل به قتل رساندن فقط به خاطری که او بدون اجازه آمده در همون موقعگاه یا چی میگن استاینکا بدون اجازت ایستاده است و میخواسته است که همراه اونا پول کار کند. متاسفانه این گونه حادثه ها در این مهاجرت خیلی زیاد سر میزنند. این هم بود وابستگی دارد ربط میگیرد با اون که ما در تاجیکستان یکدیگر را با نام نمیدونم کلابی، بدخشی، حصاری یکدیگر را جدا میکنیم. همون علت، همون مرض، همون وبا در مهاجرت نیز دارد ادامه مییابد متاسفانه. حالا طبق حلنامه سود این زاده تاجیکستان که از او در خبر نام برده نمی شود 100,000 روبل روسی جریمه شده است و معلوم است که با جریمه آزاد می شود. واقعا این گونه هموطن را به اصطلاح کیدتکنی ها در روسیه خیلی زیاد به نظر می رسند. یک تاجر تاجیک چند پیش به رادیوی پیام گفته بود که در شهر اکتیابرسک باشکردستان تجارت می کرد. شهروندی روسیه را نیز داشت ولی با سبب‌های نامعلوم شهروندیش لغو شده خودش به مهلت 35 سال استرداد شده است. با باور او پیش از همه استرداد شدنش به این گونه مهلت زیاد آن هم باشد 35 سال بستگی به تجارتی موفقش دارد.